چقدر کتونی اورجینال هم سپه. خدا که خودت واسه تست بخریمش. سامان چند تا چیز رو باید بررسی کنیم که فروشنده ادعا کرده بود. یکی ادعا کرده بود این کتونی ضد آبه. چجوری تستش کنیم؟ آب میریزیم روش. عجب زیره ای داره سپه. کار که معلومه کار با کیفیتی. حالا بچه ببینید دستمون کاغذی خشک و میخوایم بذاریم تو واسه ضد آبش تستش کنیم. می‌ذاریم تا این ته این جلو کفش. بری سامان. چون آب گریزه انگار. این کامل اینجوری هم که می‌کنی آب میریزه روش. آقا ضد آبه آقا ضد آبه. دستامو کنم تو خشک کاملا نرم و با خوی هم داره. آقا این سوراخ‌ها رو من فکر می‌کردم واسه قشنگیه ولی الان که پوشیدمش قشنگ حالت فنری داره زیر پام. باحاله. پس ضد آب بود، نرم بود. کفیش هم واقعا نرم بود. این کفیش این که من پوشیدم نرم بود. این نمیدونم تو پوشیدی. خودش واقعا. پس میتونیم بگیم واقعی بود.